یه قانونی هست که میگه اگه یه آیتمو بیشتر از 6 ماه نپوشیدی باید از رده خارجش کنی. حالا من اینو 1 ساله که نپوشیدم. بریم ببینیم میشه استایلش کرد یا باید ردش کنم بره. من یه شلوار واید سبز پسته‌ای فسفوری مانند دارم. میخوام استایلش کنم. بذار رنگشو بهت نشون بدم. بله حتما. دوربین رو بگی تا رنگش رو ببینم و بهتر راهنماییت کنم. ببین این رنگیه. خیلی رنگ شاد و پر انرژیه. میتونی با یک بلوز یا تاپ صورتی یا نارنجی ستش کنی. برای کیف و کفش هم صورتی یا نارنجی یا حتی خونسا مثل کرم و سفید خیلی خوب جواب میده. چه مدل کفشی مد نظرته؟ کوتانی یا اسنیکرز صورتی یا نارنجی انتخاب‌های شاد و جذابی. همچنین میتونی از بالری مسکی یا کفشای خونسا مثل سفید و کرم هم استفاده کنی. مرسی، خدافظ. خواهش میکنم. خدافظ. این از پیشنهاد اول چت جی پی تی. اینم از پیشنهاد دومش. این از اولین استایل پیشنهادی خودم. اینم از دومیش. حالا به هم بگید به نظرتون کدوم شماره خوشگل تر شد و اینکه کلا این شلواره رو نگهش دارم یا بدم بره.